باباجان در ویدیو گذشته گفتد که یک کتاب خیلی مهم معرفی میکنه. اون کدام کتاب است؟ این کتاب نابیرا جان شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی است. این نه تنها کتاب بلکه شناسنامه و ناموس ملت ماست. شاهنامه درباره چی نقل میکند؟ درباره جوانمردی و وطن دوستی. فردوسی 30 سال عمرش را صرف کرد تا با این شاهسر زبان موبوتو را از نستشوی نجات دهد. خودش فرموده: بس رنج بردم در این سولسی، آجام زنده کردم باد این پرسی. یعنی ما این زبان زیبا رو از این کتاب داریم. بله، کاسه شاهنامه رو میخوند، رشای خود رو گم نمی کند و همیشه روح بلند میموند. عزیزانی من، اوی شما یگان قهرمان شاهنامه رو میشناسید. کدام از اونها با شما بیشتر پسند است؟ در کامنت نویسید.